سلام عرض می‌کنم خدمت همه شما شنونده های رادیو اینترنتی اهواز. به بخش اخبار طنز رادیو اهواز خوش آمدید. اصلا مگر تو بلد هستی؟ رادیو اهواز. بزرگترین غار دنیا در ویتنام کشف شد. چرا؟ این غار آنقدر وسیع است که داخل آن جنگل وجود دارد و ابر تشکیل می شود. چه میگویی؟ یعنی چه؟ در عجبم شاهکایور است. رایتگانی خیلی خوش گذشت. و اما فتوای جدید وهابیت: خوردن نان فانتزی به دلیل فانتزی بودنش حرام است، حرام. یاوه بگویید ای کل تویان. بابا چه میگویی؟ وی نصف شب از خوابیده ایم. هر انسان در طول زندگی خود 7500 حیوان را میخورد. عمرن. یک انسان به طور میانگین تا سن 70 سالگی 11 گاو، 27 گوسفند و 2400 مرغ را به طور کامل میخورد. ای بی مروت ها و ای انگاری اعصاب نداشت، وگرنه هیچگاه این گونه نمیکرد. مارمولک شگفت انگیز آمریکایی افسر پلیس شد. این دیگر چه صیغه است؟ با استناد به یک از سایت‌های آمریکایی، مأموران پلیس یکی از شهرهای ایالت آریزونا در آمریکا مارمولکی را برای خدمت استخدام کردند. چه توقعا! انگار ما تا الان کارهایمان عقلانی بود. این مارمولک از حس بویایی قوی برخوردار است و می‌تواند در کشف مواد مخدر ممنوعه بهتر از سگ‌ها به مأموران پلیس کمک کند.